حزب الله لبنان پادگان زرعیت در منطقه الجلیل غربی را با موشک‌های برکان و پادگان معالی گولان نظامیان صهیونیست در پشت مزارع اشغالی شبعا را برای اولین بار با موشک‌های فلق 1 هدف قرار داد. 5 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه متولا، منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان و پایگاه برکت ریشا با موشک‌های هدایت شونده، در پادگان معالی گولان با موشک‌های کاتیوشا و در تپه کوبرا با موشک‌های برکان هدف قرار گرفتند. هدف قرار گرفتن تجهیزات جاسوسی پادگان زرعیت توسط تکتیرانداز و شهرک نظامی و صهیونیست نشین آویویم با موشک‌های هدایت شونده دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. مارگالیوت و کریات شمونه هر روز هدف قرار می‌گیرند. هر کس فکر می‌کند ساکنان شمال را با توافق سیاسی برمیگرداند در اشتباه است. حزب الله مدام به سمت ما تیراندازی می‌کند و در این منطقه 100,000 نفر آواره شدند. ما 40 سال به عقب بازگشتیم. توپخانه رژیم صهیونیستی هم 7 منطقه در بین ناقوره تا خیام را آماج حملات خود قرار دادند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم به 6 منطقه در جنوب لبنان از جمله مرکبا و میث جبل حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرکبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.